Ulu Allah'ın, Ulu Tanrı'nın adıyla Ensaf Ali Hidayet هستم و با برنامه 46م از مهندسی جهل در خدمت شما خواهم بود. دیشب داشتم مطلبی رو میخوندم و در داخل اون مطلب یک کلمه بود در رابطه با الفبا و یهو همین یک کلمه که در رابطه با الفبا بود یهو من رو به یک مهندسی جهل در دنیای ترک راهنمون شد و یهو در ذهنم یه چیزی مثل بمب منفجر شد که مهندسان جهل چگونه ما ترک ها رو از هم جدا کردن و چگونه اجازه ندادن ما زبان همدیگر رو بفهمیم. خب به هر حال میدون که انسان به خاطر مسافت جغرافیایی که از هم داره خیلی نمیتونه همدیگر رو ببینه یا همه نمیتونن یا اکثریت نمیتونن. مثلا اکثریت ترک ها که در ایران سیاسی کنونی زندگی میکنن نمیتونن به ترکمنستان و کرگیزستان و جاهای دیگر یا اویغورستان و ترکیه و اینها سفر بکنن و ببینن که ملت اونجا مطبوعاتشون کتابهاشون چی میگن و چی میخونن. یا همینطور ترکیه و آذربایجان نمیتونن مسافرت بکنن و دلیل مسافرتشون این باشه که ببینیم در اونجا چی نوشته میشه در روزنامه ها و مجله ها و کتاب هاشون، مدارسشون داره چه چیزی تدریس میشه. در نتیجه مجبورن از یک واسطه استفاده بکنن. اون واسطه هم آن خواهد بود که ما بریم و ببینیم که میدیای اونها چی می نویسن، یعنی به میدیای اونها دسترسی داشته باشیم. حتی امروزه که من دارم با شما الان صحبت می کنم فرض بکنید اینترنت هست، روزنامه هست، مجله هست، کتاب هست، فیلم هست، سریال هست، داستان هست، خیلی از اینها. ما از طریق اینهاست که میتونیم با محصولات این ترک هایی که در کشورهای سیاسی مختلف پراکنده شدن میتونیم با اینها آشنا بشیم که چی هست. برای اینکه راحت تر کتاب ارزونه، الان روزنامه و مجله اینا ارزونن، به خصوص الان که اینترنت داره خیلی ارزون تره. یعنی ما تقریبا با پرداختن 0 ریال میتونیم به کتاب ها و مجلات دنیای ترک دسترسی داشته باشیم، ببینیم در ترکمنستان شمالی چی میگن، در ترکمنستان جنوبی چی میگن، در آذربایجان شمالی، در آذربایجان جنوبی، در ترکیه، در قبرس، در اروپا و آمریکا، در اویغورستان. اینها رو الان میتونیم. ولی باز هم ما خیلی تنبل هستیم که اکثریت ما که ببینیم در دنیای ترک چی میگذره. تازه همین الانش هم که خیلی علاقه داشته باشیم که از طریق این میدیاها با دنیای ترک و افکارشون، سیاستهاشون، نظراتشون آشنا بشیم، باز هم نمیتونیم. جالبه. مثلا ما ترک ها در ایران، همه ترک ها منظورم هست، آشناییمون تحت اشغال فارسا هستیم، آشناییمون به زبان فارسیه و الفبای ترکی عربی هستش. ولی ما این رو که میخونیم نمیتونیم زبان ترکی در ترکیه، زبان ترکی در آذربایجان شمالی، زبان ترکی در قبرس، زبان ترکی در ترکمنستان شمالی، یا زبان ترکی در کرگیزستان، تاجیکستان گفتم، کرگیزستان، اویغورستان، نمیدونم بعد جاهای دیگر رو، ترک‌های دیگر رو بفهمیم. نه الان میتونیم بفهمیم، حتی 50 سال پیش، 30 سال پیش، 25 سال پیش
حتی متخصصین هم، علاقمندان هم که پول و ثروت امکان داشتن مسافرت بکنن به کشورهای دیگر، برای اینکه زبان بدونن اونا چی میگن، نویسندگانشون، بزرگانشون چی میگن، بازم نمیتونستن. برای اینکه مثلا ما در ایران اشغالگر به الفبای عربی اگه ترکی میتونستیم بنویسیم، به الفبای عربی مینوشتیم. خب اگر یکی که در آذربایجان شمالی زندگی میکرد میومد، براش بیگانه بود، برای اینکه اون با سریلیک مینوشت، زبان با الفبای روس، با الفبای عربی آشنایی نداشت، نمیتونست بخونه. ما هم اگه میرفتیم اونجا با سریلیک بود. اون وقت اگر ترکیه مثلا میخواستن بیان ایران، همین مشکل رو داشتن، برای اینکه زبان اونها الان لاتین بود و ما عربی. اگر همونها میرفتن به جمهوری های ترک در اشغال روسیه، باز هم همین بود. آذربایجان شمالی، قرقیزستان، حالا من چرا نمیدونم، چرا امروز اسامی کشورها داره یادم میره، اینها بازم با همین مشکل مواجه می شدن و این خیلی مشکل ایجاد می کرد. یعنی اصلا نمیتونستیم همدیگر رو بفهمیم. دنیای ترک رو هم اشغال کرده بودن. مثلا شما حالا من از AI خواستم که برای من بگه که زبان ممالک رسمی ترک و غیر رسمی، یعنی اونها که تحت اشغالن امروز، اونها چی بوده. جالبه که تا مثلا 200 سال پیش که بسیاری از کشورهای ترک به اشغال جهان مسیحی به رهبری روسیه در اومد، اینها زبانشون با عربی ترکی می نوشتن، ترکی عربی، با حروف ترکی عربی می نوشتن. تمامی دنیای ترک می تونستن بخونن. وقتی روسا اونجا رو اشغال کردن، برای یه مدتی اونها با همون الفبای ترکی عربی می نوشتن، بعد تبدیلش کردن به روسی. الانش هم به غیر از یکی از اونها تبدیل کرده به لاتین مثلا نزدیک به ترکیه. حالا علتش این بود که میگفتن آقا میتونیم با دنیا ارتباط برقرار بکنیم. زبان عربی توانایی نمیدونم مدرن شدن نداره. یکی از علائم مدرن شدن این بود که شما به زبان مثلا اشغالگر برید. وقتی به زبان اشغالگر داخل میشدید، حالا اینگار که این خطی که مینویسید، این خط ذهن شما نیست. این یه استاندارد، یه قراردادی هست در جامعه که آقا اگر اینجوری باشه، مثلا آ اینجوری باشه، آی بزرگ انگلیسی، اون چیز هست، آ هستش، ولی اون دلیل نمیشه شما بتونید مثلا توسعه پیدا بکنید. نوع خط دلیل بر توسعه نیست. زبان چینی بسیار الفباش بسیار زیاده، نمیدونم 1000 تا 5000 تا، نمیدونم زبان ژاپنی هم همینطور، زبان کره هم همینطور، ولی میبینی که توسعه یافتن ربطی به چیز نداره. این یه قرارداده، هیچ ربطی نه، مثل زبان نیست. اون یه نقاشیه، نقاشی از یه صدایی که در مغز ما هستش و اون رو به زبان در میاریم و صدا رو میشنویم یا میشنوند، اون صدا رو با یه علایمی روی دیوار و کاغذ و نمیدونم اینها مشخص میکنیم. یه استانداردش کردیم، گفتیم آقا همه اینو قبول بکنیم دیگه، اینجوری باشه. یه دولت هم اون توپ و تفنگش هستش، در نتیجه همه قبول کردن. اینجوری نیست که حروف و لباس و کلاه و کفش و کراوات ما رو، حتی مدارس دانشگاهی ما رو باسواد بکنه. ما توانایی فهم جهان رو داشته باشیم. اینجوری نیست. این یه دروغیه، که یه جهلیه که ما رو درش دفن کردن و دنیای ترک رو به این شکل از هم مجزا کردن. ترکیه زبانش تا پایان عثمانی، تا بگیم که 1928 فکر میکنم 1928 زبان یا تمدن مکتوبش عربی بود به مدت بیش از 800 سال. اصلا ترک ها از وقتی که اسلام رو قبول کردن، از چین گرفته تا ناف اروپا، جبهه اروپا،
همه این تمدن مکتوبشون تبدیل شد به عربی ترکی یا ترکی عربی، ببخشید. ولی تا اون زمان ما همدیگه رو میفهمیدیم. یعنی پدران ما، یکی که در ازغرستان در شرقی ترین نقطه بود، یکی که در غربی ترین نقطه در غرب اروپا بود، از طریق این کتاب هایی که جا به جا می شدند همدیگه رو می فهمیدیم و تاریخمون رو هم می فهمیدیم. آثار بزرگانی که در گذشته نوشته بودند رو هم می فهمیدیم. اما از وقتی که به اشغال در اومدیم، حالا اونهایی که در اشغال چین هستن، زبان چینی، زبان خودشون رو احتمالاً، البته اونجا هنوز هست اون زبان، ولی نمیدونم آیا به تاریخشون دسترسی دارن یا نه، اینها رو نمیدونم. یه تعدادی در کشورهایی که تحت اشغال روسیه بودن، روسیه تزاری، بعد روسیه کمونیستی، بعد آزاد شدن. یه تعدادی هم مثل ترکیه و قبرس و اینها و در ایران ما تحت اشغال غرب مسیحی بودیم. اونجا شرق مسیحی بود، اینجا غرب مسیحی بود و در همه جا زبان ما رو عوض کردن، ما رو از تاریخمون جدا کردن و ما بعد از یه مدتی که از اون الفبا منقطع شدیم و نمیتونستیم بخونیم و این دشمنان هم آثار ما رو پنهان میکردن یا از بین میبردن و برای ما تاریخ جدید، فکر جدید، انسانیت جدید میتراشیدن، ما با یه چنین چیزی روبرو شدیم که ای دل غافل، ما تاریخ نداریم، فیلسوف نداریم، نویسنده نداریم، کتاب نداریم، شعر نداریم، افکار نداریم، اختراعات نداریم، اکتشافات نداریم، ادبیات نداریم. و این یکی از دلایل که مهندسان جهل تونستن ما رو شستشوی مغزی بکنن، اول جهل و بعد شستشوی مغزی، این بود که ما رو از آثار تمدنی خودمون جدا کردن. دوستانی به من ایراد گرفتن که شما دارید میگی که آقا برگردیم که این کتابا رو بخونیم. آقا این کتابا خیلی قدیمی ان، کهنه ان، به درد ما نمیخورن. ما نمیتونیم با اینها توسعه پیدا. این هم بخشی از همون شستشوی مغزی هستش، همون مهندسی جهل هستش که ثمره های مهندسی جهل که ما باور بکنیم وقتی ما میخوایم هر علمی رو بخونیم، الان علومی که غربی ها به ما گفتن غربیه، به شکل غربی میخونیم، میریم مدرسه با دانشگاهی که به سبک خواست اروپایی هاست، تاریخشو میخونیم، فلان کس فلان نه. اما وقت چرا نمیتونیم این همین نظریه ها رو در نظریه های خودمون هم بخونیم، در حالی که اون نظریه ها از زمین جامعه ما رشد نکرده. میدونی که شما مثلا یک تخم سیب رو یا یک تخم هر میوه‌ای رو یا هر گیاهی رو هر جا بکارید رشد نمیکنه و اگر بکارید طعمش عوض میشه، رنگش عوض میشه، اندازه این درختش یا اون بوتش عوض میشه، اون ساقش عوض میشه، موادی که در درون اون هستش به عنوان ویتامین ها و مینرال ها و اینها عوض میشه و در طول زمان همانطور که ما عوض میشیم اون دونه ها هم که نسل به نسل میان تغییر ماهیت میدن. دونه گندمی که 1000 سال پیش مصرف میکردیم با دونه گندمی که امروز در آمریکا مصرف میکنیم، با دونه گندمی که در ترکیه و ایران و جاهای دیگه مصرف میکنیم بسیار متفاوتن، برای اینکه در زمان و در چرخش این از یک جغرافیا به یک جغرافیای دیگه تغییر پیدا کردن و هر روز هم یعنی هر جنریشن اونها هم تغییر میکنه، هر نسل اونها هم تغییر میکنه. زبان هم و فکر و نشو و نمای یک ملت هم در یک جغرافیای خاصی هستش که با جغرافیای خاص دیگر از هر جهت مخالفه. نمیگم که انسان مخالف همن، نه، اما اون تمدنی که مثلا ما در شرق خیلی مذهبی هستیم، البته در آمریکا و کانادا هم بسیار مذهبی هستن،
در اروپا حالا تلاش میکنن مذهب رو کنترل بکنن و اونم یک سیستم دیگریه، از جهل هستش. ولی مذاهب ما، جوامع ما آداب و رسوم خاصی داره، شرایط اجتماعی، سیاسی، جغرافیایی خاصی داشته و داره، شرایط دینی خاصی داشته و داره، شرایط آب و هوای خاصی رو داشته، شرایط جغرافیاییش، منظورم حالا کوهستان و دشت و دره و آب داشته باشه نداشته باشه، باران داشته باشه نداشته باشه، اینها هم بر نوع فکر ما و بر نوع نیاز ما، بر نوع اندیشه ما، بر نوع برداشت ما، بر نوع جنگجو بودن یا تسلیم شدن ما تأثیر میذاشت. اروپایی ها یا آمریکا و کانادا پر از آب هست، هندوستان پر از آبه، ولی جوامعی که ما اکثرا ترک‌ها زندگی میکنن تقریبا نیمه خشک کوهستانیه. هندوستان یه شکل دیگه، جاهای هر کدوم اینها از دلش یه چیز خاصی میاد بیرون، نیاز خاصی دارن، تفکر خاصی دارن. خب ما امروزه متاسفانه با اینها آشنا نیستیم و اینها رو به حساب نمیاریم و فکر میکنیم که نه ما میتونیم از اون جامعه فتوکپی بکنیم بذاریم تو این جامعه کپی پیست بکنیم. کپی پیست در جامعه انسانی چیز نمیده، ثمره نمیده. کشورهای تحت اشغال از چین تا اروپا، تحت اشغال کشورهای ترک که الان کشورن دیگه، تحت اشغال چیز هستن، و یا کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا که حدود بین 400 سال تا 500 سال تحت اشغال هستن، زبانشون، دینشون تغییر کرده، به سبک زندگیشون و کتابشون و آموزششون به سبک اروپایی ها برگشته، اشغالگران برگشته، هنوز عقب مانده هستن. هیچ رشدی در اونها دیده نمیشه، برعکس چین و کره و ژاپن میبینیم که اونها هم برای یه مدتی احتمالاً تحت اشغال، احتمالاً که نه تحت اشغال بودن، اما باز هم زبانشون بسیار پیچیده بود. اون الفبای زبان که نه، اون الفبایی که اون خطوطی که برای بیان صداها به کار میبردند، اونها هم بسیار متفاوت، بسیار پیچیده و بسیار سخت بود برای یادگیری. اما میبینیم که چون به اون درون اون جامعه وابسته هست رشد میکنه، تقریبا از غرب هم کمک میگیره، نه اینکه میگیم نه نمیگیره. ولی واقعیت این که ژاپن وقتی در جنگ جهانی دوم وارد جنگ شد خودش یک قدرت ابرقدرت بود، دست کمی از آلمان نداشت، دست کمی از آمریکا نداشت، دست کمی از انگلستان نداشت. وقتی که در جنگ جهانی اول عثمانی هدف دنیای مسیحی قرار گرفت، واتیکان قرار گرفت و قرار شد که این امپراتوری اسلامی به هر نحوی که هستش، این امپراتوری نه، خلافت اسلامی به هر نحوی که هست با مرکز استانبول، با افکاری که در اونجا بود، اینو از بین بره، دست به دست هم دادن، اشغال کردن برای و به ما تحمیل عثمانی اون تاریخ دست کمی از آلمان و دست کمی از فرانسه و انگلستان و آمریکا و اینها نداشتن، حتی در بعضی جهات از اونها هم پیشرو بودن. اما چون شکست خوردن، تاریخ شکست خوردگان رو بد می نویسن، بد تحلیل میکنن، بد تفسیر میکنن، بد توضیح میدن، بد زشت نشون میدن، عقب مونده و پر از فساد فلان نشون میدن، بیمار چیز نشون میدن. آلمان چی بود، ژاپن چی بود، نمیدونم جاهای دیگه چی بود که شکست خوردن، اونها هم مگه بیمار چیز بودن؟ نه. وقتی که تاریخ ترک ها باید از بین میرفتن، و خلافت ترک باید از بین میرفت. آلمان در جهان مسیحی میشه کنترلش کرد، دوباره آلمان بشه. اما ترک ها برای در طول تاریخ بارها اروپا رو، بارها آمریکا رو اشغال کرده بودن.
و باید ما فراموش میکردیم. ترکیه در یک شب زبان تمامی اون امتیازات تاریخی خودش رو از دست داد، قدرت مرکزی جهان اسلام رو از دست داد، قدرت مادیشو، قدرت نظامیشو، قدرت ذهنیشو، قدرت بازوی کار و قدرت ثروت آفرینی و قدرت بسیج کنندگی و همه اینها خیلی قدرت های دیگر رو در یک شب از دست داد و به اشغال در اومد. و برای اینکه اشغال تکمیل بشه باید زبانش هم الفبایی رو هم که در تاریخ می نوشتن پدران ما و ما اگر عوض نمی کردیم میتونستیم اونها رو بخونیم، ببینیم که اینها کشتی های جنگی ساختن، اینا سلاح های جنگی می ساختن، اینا بزرگترین توپ تاریخ بشر رو که امروز هم هنوز نظیرش ساخته نشده رو می ساختن. اینها میتونستن با همون کتاب هایی که سیاست ها، استراتژی های جنگی، تاکتیک های جنگی، اختراعات و اکتشافات و اینها رو داشتن، میتونستن دوباره بازسازی بکنن مثل آلمان. ولی نه، ما باید زبان ترکی با الفبای ترکی رو از دست میدادیم، تبدیل میشدیم به لاتین و یک شبه بچه‌ای میشدیم 100 ساله، 100 سال سنمون بود. پدران ما در اون مقطعی که زبانشون رو از ترکی عربی، نوشتن زبانشون رو به ترکی عربی، از ترکی عربی تبدیلش کردن به لاتین، 100 سال بود، 40 ساله بود، 50 ساله بود، 30 ساله بود، 20 ساله بود، 10 ساله بودن این پدران ما 100 سال پیش. یا به دنیا داشتن می اومدن دیگه، شب خوابیدن، صبح دیگه قانون گفته آقا، اشغالگر دستور داد که آقا زبان شما زبان توسعه نیست، اگه شما بخواید مثل اروپا بشید، یعنی به توسعه برسید که قبلا چیز شد، ما باید چیز میکردیم و ما قبول کردیم. یعنی ترکان در ترکیه حالا باید عثمانی رو بد جلوه بدن، همونطور که در ایران قاجار رو باید چیز میدادن، بد جلوه میدادن. با همه کاستی ها و خلافات و اختلافات و خلاف ها یه حکومت چیز داشتیم، ترک داشتیم، کتاب هایی داشتیم، تاریخی داشتیم. همه اینها ناگهان صفر شد و همه این آدم هایی که دانشگاه درس میدادن باید میرفتن بعد مثل بچه مدرسه‌ای می نشستن یاد میگرفتن چی، و تازه شروع میکردن میگه تولید بکنن. حالا تولید علمیشون چی بود؟ تولید علمیشون باید همون چیزایی بود که غربی ها میخواستن ما تولید بکنیم. دیکته میکرد که شما اینو الان این تمامی کارخونه های ترک ها رو، عثمانی ها رو باز کردن بردن، شرکت هواپیما سازی هاشون رو، کشتی سازی هاشون رو، اتومبیل سازی هاشون رو، تمامی کارخانجاتی که داشتن همه رو باز کردن بردن، الکتریسیته و فلان همه چی رو باز کردن بردن، یا تکه تکه کردن گذاشتن اونجا. کتاب هایمان را، آرشیو هایمان را، آرشیو های 80 سال 1000 سال تجربه ترک ها، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، چجوری این ملت ها رو اداره بکنیم، همه رو به ما گفتن آقا اینا رو نگه ندارید، اینا کاغذ پاره هستن، هرچی عثمانی هست باید ازش راحت بشید، اشغالگر دیگه. و این که عکساش هست، فیلماش هست، اینا رو ریختن بیرون از آرشیو ها، از کتابخانه ها و آتیش زدن، همینجوری فروختن به بقال ها، فروختن به خارجی ها. هر کیلو کاغذ چیز رو فروختن 3 کروش. اون زمان که چیزی نمیشد، ترکیه شکست خورده بود و یعنی عثمانی شکست خورده بود و اون ارزش اون پول ترکیه عثمانی همون لیر بود اون زمان، هم بسیار پایین اومد بود، مثل دلار و ریال در ایران که الان ارزشی نداره. حالا فکر بکنید که یهو جنگ بشه بین ایران و آمریکا و این دلار مثلا الان مثلا 70,000 تومنه، دلار آمریکا 80,000 تومنه، یهو بشه مثلا 1,000,000 تومن. خب ارزشش چقدر میاد پایین. حالا با همین پول بیان کتابخونه ها رو بگن آقا به عنوان کاغذ باطله بدید، ما خمیرش بکنیم، تبدیلش بکنیم به کاغذ، به کارتون تخم مرغ، و ما اینها رو بدیم به اونها، اینا چیز بکنن. حالا یه تعدادی بگم
ببینن که این تو کارخونه ببینن آقا این کتاب بسیار مهمیه، این تاریخ، این مالیات، این فلان، این بهمان، این اسامی انسان هاست، این قباله هاشونه، این فلانشون، بهمانشون. خب ما در یک چنین مهندسی جهلی هم به سر میبریم. لذا دنیای ترک به به دو بخش تبدیل شد، تحت اشغال غرب مسیحی، تحت اشغال شرق مسیحی، و اینها نمیتونستن زبان هم رو بفهمن. ما تمامی کتاب هایی که مثلا در مورد ترکیت، حالا میگن که آقا پانتورکیسم اینها محصول چیز هستش، محصول نمیدونم یه آلمانی یه فلان، آقا این چیه؟ در تاریخ ما پانتورک بودیم. ما وقتی میخواستیم بریم جنگ نمیرفتیم بگیم آقا مسیحی ها بیایید با ما برید جنگ، ما هی ترک ها داریم میریم جنگ، پاشید بیایید. اصلا بشر در همین امروز هم وقتی در جنگ جهانی دوم کانادا هم میخواست وارد جنگ با آلمان و اینها بشه، چیکار کرد؟ تمامی ژاپنی هایی که در کانادا بودن رو برد داخل یه زندان، حالا اسمش رو میگن کمپ اونجا که دیوار بود، محصور بودن در اونجا، حق نداشتن. اینها رو هم روزها میبردن برای کانادا رایگان، به خاطر اینکه نون میخوردن، اینا به هر حال روزی یک دو وعده غذا میخوردن دیگه، میبردن برایشون راه بسازن، کوه رو بکنن تبدیلش بکنن به راه. برای چی؟ برای کسایی که اینجا خودشون کانادایی میدونستن و یه ملیت خاصی نداشتن، مثل اکثر افرادی که اینجا میان ملیت خاصی دیگه ندارن، هر یه نفر هستن، این یه نفره، اونم یه نفره، این یه خانواده است، اونم یه خانواده است، از جاهای مختلف دنیا اومدن اینجا، هیچ چاره‌ای ندارن جز اینکه خودشون رو کانادایی بدونن. اگه ملتی زیاد باشه، مثلا خودشون رو چینی بدونن، ایتالیایی بدونن، نمیدونم فلان، شهرک تشکیل میدن، این در یک مقطعی تبدیل میشه به خطر، برای اینکه اونا حس ملیتشون، حالا به خاطر اینکه 1000 نفر هستن، 2000 نفر هستن، با هم دارن کار میکنن، با هم دارن زندگی میکنن. همین الان تو تورنتو شهرکی داریم به نام چینی ها. اینجا تقریبا هر چینی که اومده اینجا گفته آقا ما بریم کنار هم باشیم، کارمون، شغلمون، همه به هم ارتباط پیدا بکنیم، رفتن به قدرت تبدیل شدن. کره ها یه جا جمع شدن، نمیدونم ایرانی ها یه جا جمع شدن، عرب ها یه جا جمع شدن، اینجوری دیگه، یعنی به این شکله. و این حالا یه جنگی باشه ممکنه که اتفاقات خاصی صورت بگیره. به هر حال بگذاریم و بریم سراغ کتاب. من به نظر اومد که این امروز من 2 کتاب رو باز کردم. دیروز این تواریخ تبری رو خوندیم دوستان. به نظر من این تاریخ تبری بسیار عالی بود برای یادگیری زبان ترکی. خوندن این کتاب خیلی آسان بود برای من، خیلی آسان بود، من خیلی لذت بردم. در داخلش خب با مشکلاتی هم مواجه شدم، یعنی واقعیت اینه که من ترکی رو آموزش ندیدم، که من چیزی که بلدم ترکیه کوچه و بازاری که تقریبا آغشته به زبان اشغالگر هست. خب دوستان این کتاب رو ببینیم، حضرت ابوالوفا مناقبه. ببینیم این کتاب چی هست. دیروز هم اینو باز کردیم، فرصت نرسید یه نگاهی همینجوری سطحی به کتاب بکنیم، یه ذره اینو بزرگش بکنیم که یه مقدار بهتر دیده بشه. خب این صفحه ها رو میبینیم، این هم فکر میکنم در سلیمانیه هستش، کتوپانسی. میبینیم که اینجا با یه خط خیلی بدی نوشتن، مثل خط من. کتاب آسیب دیده متاسفانه. نمیدونم نقطه های سیاه چی هستش در این کتاب دیده میشه. شیرازه کتاب پاره شده، وسط کتاب پاره شده. کتاب خیلی جالبه، نمیدونم حالا احتمالاً به زبان ترکی باشه یا عربی باشه، چیز هست، استاندارد شده، این زیباست، از این جهت خیلی زیباست. دیروز اون کتاب تبری هم متوجه شدیم بعضی از کلمات سختی که احتمالاً ترک ها نتونن در جمله تشخیصش بدن، اونها رو هم استاندارد نمیشه. این کتاب 332 صفحه هستش. مناقب هم فکر می‌کنم یعنی زندگی نامه اون آدم دیگه، حالا یه افکاری داره و اینها، یه آدم دینی هستش. حالا من
دیگه میرم آخر صفحه ها اینها رو میبینم، برای اینکه امروز هم یه 20 چند دقیقه چیز کردیم، بیش حدود 28 دقیقه سخنرانی کردیم در رابطه با این زبان و وضعیتش و بخشی از مهندسی جهر رو اونجا خواستم بگم که من دیشب چه فکری داشتم میکردم، اون رو با شما در میان گذاشتم. ولی از اینجا به بعد دیگه، از یه مدتی به بعد دیگه این اون علائم استاندارد یعنی صداها رو دیگه روی حروف نذاشته. این هم یه چیز تازه‌ای هستش. احتمالا اینجا یه چیزی تموم شده، کتاب تموم شده، در اینجا یه چیز جدیدی شروع شده. خب ما نمیتونیم الان ببینیم داخل این کتاب چند تا کتاب هست. مشکل اینه که زمان اینکه همه اینها رو صفحه صفحه نگاه بکنیم نداریم. خب برگردیم اول کتاب و شروع بکنیم بخونیم. خب میبینیم که کتاب حالت چرمی داشته ولی داره از بین میره و اینجا حالا من اینو خیلی بزرگش بکنم که ببینیم اینجاها یه چیزایی رو نوشتن. اینجا شروع میشه مناقب ابی لوگا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی افاض من بحور کرمه اولیائه ینابیع العلوم والحکم و جعل قلوب العارفین المقربین کنوز الالطاف و النعم و الصلاة علی محمد استفا من البریة و به النبوة قد ختم و علی آله و اصحابه الباذلین اموالهم و انفسهم فی نصره فی نصرت الدین الاسم اسم این فکر کنم اسم. و بعد بلون ای عاشقlar. ببینید اینجا بلک حالت بلوک گفته، این بلون هستش. بلون ey aşıklar ve din yolunda sadıklar. Bu avare قد كتب ابراقده. باز میخوام، حالا در کتابای قبلی ه آخر میذاشتن، این دیگه باز صدا نشون میده. بذارید یه ذره دیگه بزرگش بکنیم اینو بهتر ببینیم. Bu ابراقده کتب اولینن حضرت شیخ شیوخ الاسلام قطب الاوتاد حجت الله علی العباده سلطان اصحاب التحقیق و برهان ارباب التدقیق سلیل سید المرسلین ابو الوفا. این وفا هست، لغا نیست. ابو الوفا محمد تاج العارفین. ابو الوفا محمد این اسمشه، تاج العارفین صفتشه. قدس الله. حالا اینجا اومدن یه چیزی گفتن که یه خطی زدن اینجا که نمیدونم این چیه. به الروح العزیزون مناقب هجرتیندن قطره و کرامات. حالا یه قطری از کرامات ایشون اینجا میخواد، معجزات. حالا کرامات معجزه به کارهای عجیب غریب پیغمبران گفته میشه، کرامات به کارهای عجیب غریب غیر عادی، بگیم غیر عادی کسانی که پیغمبر نیستن گفته میشه. اگر همین کارهای غیر عادی از طرف دین یا از طرف شخصیت هایی باشه که نمیپذیرند، جادو و جنبل حساب میشه. کرامات شمسیندن ذره و شمه دور. ببینید حالا داره چقدر چیز میکنه، یعنی از کرامات فلان کس، همین ابو الوفا محمد، چقدر تاج العارفین قدس الله حالا عزیز
مناقب اینجا بازم این کتاب اینجا پاره شده متاسفانه. خیلی اینجا نمیشه که مثلا چی تجرید نند چیه قطره bir damcı قطره و کرامات شمسسیندن، کرامات خورشیدگونه، زمه و شمه dür tasvid olunduğuna sebep oldur. چی؟ چرا اینو نوشته؟ حالا این من تصوید خوندم، احتمالاً اینجا یه چیزی بوده. olunduğuna sebep oldur که بو بنده گناهکار، خودشو حالا انگار در مقابل مثلا خدا میبینه. این یه نوع احترام دوستان. ببینید برای کسایی که فکری داشتن، طریقتی رو داشتن، حرمت قائل بودیم، مثل الان نیست. و البته من مثلا واقعیتش اینه که من معلم ها و استادان دانشگاه ها در ایران رو تحقیر میکنم، دائما تحقیر میکنم، برای اینکه اینها عالمان وارسته، استادان وارسته، معلمان وارسته و خارج از قدرت اشغالگر و خارج از سیستم شستشوی مغزی مهندسی جهل نیستن. اینا بخشی از مهندسی جهل و شستشوی مغزی آموزشی هستن. اینها بر علیه سیستم آموزشی، رادیو، تلویزیون، روزنامه ها و کتاب ها انقلاب نمی کنن. نظرات اینها چرا؟ چون همهشون مواجب خور دولت هستن و خودشون رو نوکر دولت میدونن و پریشان روزگار، قلیل العمل کثیر العمل، بی حالا اینجا بی جاریه، عنایت الهی. من اینو نتونستم بخونم که اینجا چی میشه، مثلا بی جاریه، عنایت الهی و لطف پادشاهی، ارشب گستنتنیه، حماه الله تعالی عن الآفات والمبلیه، والبلیه، این میم نیستش، والبلیه ده مرحوم مغفور قطب الاولیاء تاج الاصفیا حضرت عاشق پاشا قدس سره، اینم یکی دیگه از اغلی حضرت شیخ احمد دامت برکاته انفاسه شریفه کویاکو نمیدونم کویاکو یعنی چی. شیخ و شیوخ، این یک کلمه اصطلاح، من احتمالا نمیدونم چی هست. شیخ الشیوخ منبع الفتوح منطقه تعاره منشأ سیاده، منشأ سیاده، مصدر الاسرار اللاهویه و المظهر الا اسرار اللاهویه، احتمالا الهویه باشه. این نه، این اهوی الا میشه، اللاهویه و مظهر الا نوار قومیه، قیومیه یا قومیه، ذوالحسیب یا ذوالحساب النسیب، ذوالحسیب النسیب، این حساب نیست، حسیبه، حسیب النسیب، حضرت سید ولایت ابن حضرت سید احمد، حالا این ولایت احتمالا اسم بوده، احمد الوفایی دامت اتناب عمرهی و عمر اولادهی و غرقت فی بحار رحمت الله ارواح آبائهی و اجدادهی خدمتlerine eriştim. حالا رسید بالاخره خدمت این که اینم نسلشو چیز کرد، گفتش که کیا هستن.
ve nasihatler şerifleri bizle müşerref olup ve mükədder gök احتمالا اینم اون بالا gökler که خوندیم، نه اون گویاگو هستش، نمیدونم چی هست. و mükədder gökler hazretlerinin musahibəti nuri ilə münəvvər olub huzur əbədi sərmədi hasil qıldım. و اکثر اوقاتın کتابlarına مطالعه قلوب بی، اینجا بازم چی هستش نمیتونم بخونم، یا استفاده احتمالاً بی نهایه استفاده لریدر. بازم اینجا دوباره این خطایی سیاهی که هست متاسفانه به کتاب زده. و حضرتleri بیت الله tavaf etmeye giderken Mısır'dan 2 mücellet Hazreti Ebulvefa'nın menakibin getirmiş. Bu fakir buyurdu bazı vaktide mutala'a kılıp ol sultanın ahvalinden bazına müttali olup mürde ku külhum. این بازم یه چیزیه که نمیدونم مرده کو، حالا یا لر احتمالاً کلهم حیات بلوردی، نتونستم بفهمم این چیه. مرده دکو hayat bulurdu. Bir gün hazretlerinden şöyle işaret olundu ki ol menakibün bazin tercüme edem ta kim Arabi bilmeyenler dahi fahm asan olup faydası am ola. Fakir de خود اولقدر طاقت yok idi. این همه طاقت نداشته این آدم، اما چون که حضرتleri امر eyledi ana احتمالاً امتصال etmek vacip oldu. این احتمالاً حالا دارم متوجه میشم احتمالاً من باشه، حالا گر این باشه من نمیدونم این گن چی هستش، من اینو اینجا باشه. امر ایلدی امتصال etmek vacip oldu. Yani men ehtimalen bana etmek lazım olmağın emrlerine imtisal edip ol 2 mücelledin birisinden bazısını takat yettikçe tercüme ettim. Ayrıca ببینید حالا اینجا ayrıca ما امروزه میگیم ayrıca، این میگه ayrıca، یعنی در کنارش علاوه بر اون قصورنun نهایتی بقدر. حالا یه بخشیشو میگه ترجمه کردم و این رو قصور میدونم. اما اهل کرمدن مرجودور که معذور تالر العذر عند کرام الناس مقبول. میگه عذر من رو بپذیرید، انسان هایی که کریم هستند عذر رو میپذیرن. و داخل bu kitabın evvelinde Hazreti Seyyidün vilayetinin vacide ve ecdadının ta hayatüddin رضویه وارینجه اینجا که هستش دوباره نگاه کنید، وارینجه که یا حضرت ابوالوفانون حضرت رسول علیه السلام ümmetiyle oğlidir. Netekim bab evvel آخرinde بیان olunsad gerektir و هم حضرت. حالا خب کتاب خیلی زیبا نوشته شده، حالا بعضی جاها رو من نمیتونم بخونم یا بعضی کلمات برام
آشنایی است، اما واقعیت اینه که این کتاب بسیار زیبا نوشته شده با صداگذاری که اینجاها حالا در بخشی که صداگذاری شده خیلی آدم به راحتی میتونه بفهمه که قضیه چی است. مقدمه: حضرت سید ولایتونun babası Hazreti Seyyid Ahmed'dür. Nurullah ve onun babası Hazreti Seyyid İshak'dır. Nurullah Nevverallah مرقده و آنون باباسی حضرت. حالا این داره چیز رو، پدرهای اینها رو برای چند نسل داره میشماره که دیگه این چی هست. حالا بریم یه خیلی الان فکر می‌کنم که ما 45 صفحه، حالا بریم یه ربعی هم به صفحات دیگر نظری بیندازیم ببینیم چی هستش. صفحه 50 رو اینجا پیدا بکنیم. خب ببینیم 50 چی هستش. گدو بی اختیار اول. حالا این صفحه 50 هم میبینیم که استاندارد نوشته شده، یعنی صداها رو بر روی نگوش گذاشته، بر روی نگوش خطها گذاشته، ولی خود خطا بارها عرض کردم که صدا نیستن، اونها یک علامات استانداردی هستن که ما صدا رو بر اساس ذهنیت خودمون، بر اساس تجربه خودمون از اجتماع و کتاب‌های قبلی در میاریم. گدو بی اختیار اول مقامده خیر ان القلوب خیران قلوب ucalub. حالا این چی ucalun و 3 gece kaldı. 3 gün. حالا اینجوری باید بنویسیم 3 gün ve 3 gece kaldı. پس اول خاتون آدم gönderip اول خاتون اون خاتون آدم gönderip ettikle murad bu tür müqəddər اگر benim veslim istedildi kimi ve Resulün vesli versun istegimi istediladiğimi versun vesle ersun. حالا احتمالا یه الچی، حالا نمیدونم به فارسی چی بگیم الچی رو، الچی فرستاده که آقا، همین الچی گفته میشه فکر میکنم الچی فرستاده که آقا این خانوم من میخوام. اون خانوم هم گفته که اگه منو میخواد یه چیزی خواستم ازش، اونو بده تا به وصلش ارسون برسه به اون چیزی که میخواد. اگر vermege قدرت yoksa، اگر برای vermege قدرت yoksa، اگر قدرت دادن این چیزی که خواستم رو نداره، bundan dözmesin bunda dözmesin، یعنی دیگه منتظر نمونه. پس محمد مصری itedi gözüm gördü göglüm sevdi. اونم محمد مصری هم گفتش که آقا چشمم دید و دلم عاشقش شد. به حالم مجالم yoktur. این مجالم yoktur که bir قدم ileri gidim. یه قدم پیش توان ندارم، قدرتم yoktur، مجال ندارم، فرصت ندارم که یه قدم پیش برم. bana care kılsın. bana çare kılsın. حالا ما اینجا چاره رو گفتیم که به خاطر اینکه میخواد به زبان عربی چیز باشه، پایبند باشه، چه رو با ج می نویسه. تقریبا برای یه مدت خیلی زیادی به این شکل بوده. کılsın dedi. ol kimsene varup ol hatune kisseyi bildirir. Bir saatten sonra
اتیکل یا درویش. حالا بازم اینجا ببینیم که چیز هستش. بریم صفحه 100 ببینیم که تو صفحه 100 چه خبره. دیگه صفحه الان 97 هستیم. اون صداها از بین رفته. حالا ببینیم تا چه صفحه اون صداها رو داره. نگاه کنید اینجا آخرین صفحه هایی هستش که صداها رو ازش استفاده کرده. از اینجا به بعد دیگه نیستش. یعنی از صفحه 87 دیگه استفاده نمیکنه از صداها. حیف میکنه، حیف. البته اگر کسی این 87 صفحه که در اصل میشه 100 حدوداً نزدیک 200 صفحه، 180 حدوداً 170 و چند صفحه میشه یا 182 صفحه میشه. این رو خونده باشه دیگه میتونه با این کلمات آشنا هستش. دیگه کلمات تکرار میشه. اکثر کلمات در متون در یک کتاب اگر شما بتونید 20 صفحه 30 صفحه اول کتاب رو بخونید، اگر موضوع کتاب تغییر نکنه دیگه شما چشمتون و مغزتون با معنی کلمات و صدای کلمات آشنا میشه. دیگه میتونید بقیه‌اش رو ادامه بدید. هر کتابی باشه همین قاعده، انگلیسی هم باشه همینه، عربی هم باشه همینه، هر کتاب. چون که موضوع کتاب ها معمولاً نویسنده یک لغتنامه داره در دلش، کتاب ها رو بر اساس اون لغتنامه ها می نویسه. حالا اولش که قدرتش رو میذاره تمامی اون لغت ها رو هم تعریف میکنه. دیگه شما وقتی با اون آشنا میشید این کلمات تکرار میشه. دیگه بقیه کتاب ها بعد 20 صفحه 30 صفحه خیلی اصطلاحات جدیدی به کار نمیبرن. خب در نتیجه ایشون هم همین کارو کرده. بعد از 100 خورده صفحه، بیش از 170 صفحه اومده گفته که آقا دیگه ما بریم سراغ این که حالا بریم صفحه 100 ببینیم که چی هستش. ایشون تصمیم گرفت که دیگه از صدا بر روی حروف استفاده نکنه. من حیف میبینم. این صفحه 100 هستش. ببینیم که از اینجا یعنی یا الهی نتکم bunların derinlerin bu dünyada göçmek eyledin. O dünyada dahi göçen eyle. Hazreti Seyyid'in bu vecih ile dua ettiği guman bazine katı geldi. این احتمال میدم گمان باشه. به من گمان بعضی نه قاطی geldi. قاطی یعنی افراطی. قاتmak این از همون هستش. قاتmak یعنی یه چیزی رو مخلوط کردن، به هم زدن، با هم مخلوط کردن، به هم زدن نیست، با هم مخلوط کردن. این قاتماق میشه. قاتما الان یه اسم یه تناب هستش. هر چیزی که مثلا از پشم و اینا باشه و اینها رو شما به هم بپیچونید قاتما میشه. بهش میگن قاتما. الان مثلا قاتما که داریم نخایی که مثلا لحاف دوزی میکنن یا چیزهای از این قبیل، اینها چند لایه هستن، چند رشته هستن که به هم قات شدن. اینها به هم قات در این حال طبقه هستش. میدونید قات birinci قات، ikinci قات، üçüncü قات، منم قاتم، sizin قاتس، این هم هست. به معنی رتبه هم هست. البته بازم گفتم به خاطر اینکه مثلا روی هم قرار میگیرن. قاتماق به این معنی هستش. در این حال قاطع یعنی افراد، همون که گفتم باز بر روی هم چیده میشه قاطع گلده. حالا اینا چیزایی که به ذهن من میاد، بعضی از کلماتی که از بچگی تو ذهنم هست، از پدر بزرگ و مادر بزرگ شنیدم و اینا.
بعضا اینها رو میبینم و یادم میفته و این خیلی جالب هستش. Pes bu qomun bəzisi birinə getdi, bəzisi yerinə getdi və bəzisi getməyib, baş asub oturdu. Baş asub oturdu, ravi eder bir saat bunun üzerine geçti. Geçmedi. Ol kiminin cəmi əhli baş açıq, cəmi əhli baş açıq və yalın ayaq ağlıyor Hazreti Seyyidin huzuruna gəlib o kendi yüzür gediler. Tövbe ve istiğfar yüzür. حالا اینجا احتمالا نمیدونم این چی میشه. البته اینجا میبینم که از حالت ویرگول هم استفاده کرده. نمیدونم این هستش چون که اون زمان ویرگول نبوده. این چی هستش؟ yüzüre geldiler. Tövbe ve istiğfar ettiler. Pes Hazreti Seyyid bunların cem'ine ihtimal میدم این جمعینه باشه. توبه تلقین ایلیوب طریق حقه گتردی. حالا دیگه این کتاب از اینجا حالا بریم ببینیم که صفحه 150ش چیه. آها اینجا یه چیزی دیدم خیلی عجیب بود. کتاب رو احتمال میدم اینا نخایی هن که کتاب رو دوختن. اینا عکس اونها هستش. به ایشه بعضی ها پاره شدن. اینجا ها میبینیم بعضی ها بزرگن. این احتمالا کتاب آسیب دیده دوباره اینو دوختن. قلم عوض شد. اینجا یه قلم بزرگتر با یه مقدار شلخته تر. اینجا آب رو میبینیم که ریخته. بریم صفحه 150 ببینیم که چی هست. اوکی از اینجا اتفاقا از اینجا صفحه 149 این که میشه حدود 300 صفحه 300 اومده گفته که عالی همتünden محروم قلما و جمیع ümmet Muhammedi anın silsile mübarekesine görüp ve anın zeryab tahiresinde istimdad etmeyi meysur müyesser kılı vere lütfü kerem birle amin ya rabbel alemin ve ya khayren nasirin bazılan به فضل و رحمتون یا ارحم الراحمین. حتی عربی هم تلاش کرده عربی رو به ترکی با لحن ترکی بنویسه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه الطیبین الطاهرین. تمت الکتاب به اون الله المالک الوهاب به ید سلیمان ابن. نویسنده کتاب کی است؟ سلیمان ابن عبدالاحد المحتاج الی رب العالمین. ما رأی سنه اهدا و تسعین و تسعمائه اوائل رجب المرجب. خب اسم نویسنده کتاب سلیمان ابن عبدالاحد هستش. حالا بذارید من اینو یادداشت بکنم اگه خواستم یه چیزی بنویسم بتونم بگم که سلیمان ابن عبدالاحد. در تاریخ چه سالی؟ گفتش که به تاریخ سنه 61 90 71 و 771. در سال 771 این کتاب رو اوایل رجب این کتاب رو نوشته. پس اینجا رو که خوندیم لااقل متوجه شدیم که نویسنده کتاب سلیمان ابن عبدالاحد هستش که در 771 میزیسته. حالا اگر شما اگر ریاضیتون خوب باشه بهتر از من میتونید اینو در بیارید، ولی اگر نباشه
ما اینجا میتونیم بگیم که 1446 منهای 771 مساوی است با 675 سال قبل این کتاب رو نوشته. من اینجا بنویسم 675 که اگه خواستم یه مقدمه برای این برنامه بنویسم ازش استفاده بکنیم. بریم کتاب بعدی که اینجا شروع میشه و خیلی کوچیک خواهد بود برای اینکه حدود 16 صفحه هست، یعنی 36 صفحه اینا میتونه باشه. ببینیم چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله علی نعمائه و شکر له علی آلائه و الصلاة علی حبیب محمد و آله. اما بعد همین یکی دو جمله عربی رو که گفت، یه سطر رو گفت اما بعد، یعنی که شروع میکنه به اصل مطلب. بلن لکم بیر عزیز رجال الله نقدر وارسه شیخ الشیوخ شیخ محی الدین العربی قدس سرهن فتوحات مکی عدلو کتابنده استخراج ایلمش. خب میگه که این در رابطه با شیخ محی الدین عربی داره می نویسه. پس اینم شیخ محی الدین عربی میگه که از کتاب اون خیلی ها از کتاب فتوحات مکی ایشون کتاب رو نوشتن. خودش هم شیخ الشیوخه، یعنی خیلی این انسان بزرگواری هستش. مکی عدلو کتابنده استخراج etmiş. Kitabinden istihraç eylemiş ama Arabi olmağın Türkçe dile tercüme olundu. اما به خاطر اینکه عربی بود به ترکی ترجمه شد تا که عربیden nesne فهم eylemenler dahi ondan nasip ola. میگه تا اگه کسی عربی رو نمیفهمه، عربیدن نسنه فهم ایلمینر، اونا که نمیتونن معانی یا چیزهای رو فهم بکنن، داخل آندن نصیب ولا نصیبی از اون ببرن، فایده. و بالله توفیق بنال بلینه، احتمالا این بلینه هستش. من حالا دارم متوجه میشم که یه جاهای این بلینه، اینجا هم همین رو بلینه کیم بلینه، البته اینجا یه لام اضافه هستش، من فکر نمیدونم این چی هست. بلینه در هر حال احتمالا این تکرار میشه. بلینه کاف و الف نون خونده میشه. بلینه کیم بلینا کیم، احتمالا اینجوری نمیشه. بلینا کیم، اینجا هم بلینا و آنا الغان طریق حقیده اولن. حالا این کلمه رو هم نتونستم بخونم. ببین از نظر املایی باید این کتاب رو خوند، از اینجا به بعد رو خوند تا با این نوع کلمه آشنا شد که این چه شکلی این قلم رو، مثلا اینجا بانا، این ل اینجا چی هستش، حالت ل داره برای زیبایی چرخش قلمشه. مثلا اینجا آنا، میتونیم حالا اینجا آنا بخونیم بگیم اینجا بله آنا هستش. آنا یعنی بن، مثلا برای من. الغا، این الغا هستش، الغا طریق، الغا یا الفا ممکنه باشه، نمیدونم. طریق حق اولن اربابler bir gaçar. این بازم اینجا چی هستش؟ چی هستش؟ لر bir gaç قسم üzere dür. حالا اینجا یه چیزی گفتش که من وقتی داره تقسیم بندی میکنه، پس طریق حق اولن ارسلر احتمالاً یا نمیدونم این چی میشه، مثلا رساله لر هستش، چیه. bir gaç قسم üzeredir. بعضیسی جمعی حالات و مقاماتی جامع olur و بعضیسی الله اله میسر اونون کی مقدار حالات و مقامات حاصل قلور.
اینجا حاصل اینجوری نوشت، اینجا مثلا ببینید این شکلی، حالا بذارید ببینیم. حاصل گلور و بعضی سنون عدد معینی olur و بعضی سنون عدد معینی olmaz. Ana az olur. Az olurlar ve ana çok olurlar. این نمیشه، اینجا نه هستش. olmaz نه az olurlar نه çok olurlar. اینجوری باید بخونیم اینو. ایمدی هر مرتبه مثلا این، حالا اینو متوجه میشم که مثل ر هستش ولی یا هستش، این یای آخر هستش تنها. ایمدی هر مرتبه'nin birari vardır. Birari vardır. Ve ol mertebe ehlinin dahi bir adı. İn adı. Bir adı vardır. Her mertebenin bir adı vardır. Ol mertebenin ehlinin dahi bir adı vardır. Fi evvel adet, این فی نمیتونه باشه. واردور و اول عدد معینی olunca kimsenelerdir ve ol adet gayri muayyen olunca kimselerdir. Her birinin mertebesinin ismi ve halin ismin ve halin beyanın edilüm. Şeyh Muhyiddin Kuddesi Sırruh Hazretlerin rivayeti حالا اینجا از بین رفته üzere انشاءالله تعالی. حالا ایشون از اینجا شروع میکنه دوباره در رابطه با شیخ، اونجا بر اساس نظریات یش برای در مورد عقاید یه شیخ الوفا، اسمش حالا تا این قد یادمه ننوشته متاسفانه. حالا اینجا بر اساس نظریات و عقاید و مکتب خدا بیامرز شیخ محی الدین عربی داره صحبت میکنه که تقریبا میشه گفت که جزو عرفای برتر جهان اسلام هستش و البته کتاب‌های بسیار زیادی داره این عالم بزرگوار، خدا رحمتش بکنه. اینجا کتاب دیگه چیز نیست، صداگذاری نشده، بخشی رو با قرمز نوشته و قلم گذاشته اینجا. حالا اینجا اسامی رو میبینیم، ببینیم این چی هستش و اینجا هم اینها رو میبینیم که عربی نوشته، اینها چی هستش. دوباره adine her birine bir kevakib müsakhardır ve bunların dördünün adı var. Adine muvafiktir ve üçünün gayri ismi vardır. اسماler bunlardır. حالا در مورد چی داره صحبت میکنه با اینها؟ باید اینجا رو میخوندیم که میفهمیدیم چی هستش. میگه که حالا کواکب در مورد ستارگان هستش دیگه دوستان، اینو میدونیم که کواکب یعنی اجرام آسمانی. میگه که کواکب سبعه اولن خواص و اسرار مطلع درلر. میگه خواص افراد میدونن که کواکب سبعه هستش، سیارات هفتگانه وجود داره. حالا در اون زمان اینجوری میدونن هر birine bir کواکب مسخرdir. حالا چی هستش، به چه چیزی این کواکب مسخر هستند و bunların dördünün adı var، 4 تاشون اسم دارن. adine muvafikdir و عین اسمشونن، اسمشون با مسماست یعنی. و üçünün غیر اسمی vardır، اونها اسم غیر دارن. حالا یعنی چی بازم نمیفهمم، حالا دیگه تخصصی شد. اسمالر bunlardır. اسمها اینا هستن: عبدالحی، عبدالعلیم، عبدالمرید، عبدالشاکور، عبدالسمیع. حالا میبینیم که اینجا این آیی که اینجا میره شاکور نیست، عبدالشکور که رو اینجوری نوشته دیگه، قلم رو بر نداشته، همینجوری برده بالا و این که رو، این که هستش. الان من برگردیم عقب، اینو دیگه میتونیم ببینیم خیلی جاهای دیگه. عبدالسمیع، عبدالبصیر و bunlar abdal dinler ne sebep oldur ki her ne ki bunlardan birisi bir gayri yerde
Maslahati olup gitmek istese kendi suretinde bir şahs yerinde bedel koyup gider. Şöyle ki hiç kimsene kendiden ani fark etmez. Ama alem ruhaniden bir şahsıdır ki kendinin yerinde zurur ya turur kendi. حالا دیگه بریم آخر کتاب. من به نظرم دیگه این کتاب رو هم آخرش رو اگه ورقی بزنیم ببینیم چی هستش، این کتاب رو تموم بکنیم. اگر فرصتی شد کتاب بعدی رو میخونیم، نشد که دیگه همین یک کتاب برای امروز کافی خواهد بود. احتمال میدم که اینجا این کتاب تموم میشه، برای اینکه از اینجا به بعد در این صفحه کتاب تموم میشه و از اینجا به بعد اینجا البته اینجا افتاده کتاب ناقصه. ببینید گفتیم که این کلمه رو وقتی می نویسن صفحه بعدی باید اونو داشته باشه، میبینیم که نداره. بونلر اینجا دیگه یه چیز دیگری هستش با خط دیگری. این کتاب ناقصه، یعنی کتاب چی شد؟ اینجا یه چند صفحه اشتباه گذاشتن اینا. بونلر شول طایفه، ببینیم آیا ادامه داره. کتاب هنوز تموم نشده، ادامه داره. اینجا فی هاز الطریق بونلر دندر، اینجا این صفحه آخره در اصل، ولی میاد اینجا تموم میشه، این قسمت تموم میشه. حالا ما ببینیم که میتونیم یه چیزی در این باره در مورد این بخش از کتاب چه کسی نوشته بخونیم. و صنف آخر oldur ki ملائکه آنların قلبine ve ne olur ve ne olur ki falaklar ne söyler ve ne mail ve حالا اینا رو دیگه نمیتونم بخونم. yazılar görürler ve bunların kulli sene muhaddisten dürler ve bu sınıf riyazet nefsiye ve mücahidat bedeniye gülürler ve ne kadar mücahid ve riyazat artık ederler ol kadar halet artık hasil olur. Zira gecen nüfus, حالا این گجن نفوس riyazat birle safi olsa ve kuduratten pak olsa şul safi ayine gibi olur alem ervahide. Ölen suver ve aşkal anda nakş olur ve her kimse اینا ویرگول نیستن، اینا ه باید بخونیم. من اینجا دوباره اینا رو غلط خوندم. ارواحیده اولن سوره اشکال آنده نقش olur ve her kimse ruhunun mertebesi kadar ondan hissesi alır. Zira ervah mütefavittir. Her ruhun bir megami vardır ve her megamın bir hali ve bir mertebesi var. Hakkı Subhanehu ve Teala cemi talipleri muradine eriştirer ve eriştirip bu zikr olan evliyanın âli himmetlerinden محروم قلمیا آمین یا رب العالمین. اسم نویسنده رو نگفت، احتمالا این آخری یه چیزی نوشته باشه ولی به نظرم میاد که نیست، این هم چیزی نیستش که من فتوای وصل جانان اوس جانا شعره. این شعر منم حالا خطشم که میبینید دوستان چه شکلیه،
نمیتونم بخونم. اینجا هم دوباره شعره ولی نمیتونم بخونم. اینجا هم حاشیه یا شعر هستش، حاشیه هستش. این وسط شعره و این حاشیه ها هستش. ببینید این خطا رو مقایسه بکنید با خط اون کتاب اصلی. ببینید این خطا رو با این کتاب اصلی مقایسه بکنید. ببینید چقدر بیسوادی، چقدر عمیقه. یعنی خود خط هم نشون میده که نویسنده چقدر باسواد بوده، چقدر مهارت داشته در نوشتن، چقدر با کتاب انس داشته، با قلم انس داشته، خواننده چقدر با انس داشته. اینها رو هم نشون میده. این کتاب خیلی چیزا رو نشون میده. خب دوستان، من این رو با اجازهتون اینجا تموم بکنم. الان 1 ساعت 15 دقیقه است که روی این کتاب صحبت میکنیم. حدود نیم ساعت هم اولش در مورد یه چیز دیگری که یک زاویه دیگری از مهندسی جهل صحبت کردیم. در هر حال این کتاب دوستان چند صفحه بود؟ فقط یه خلاصه در نیم دقیقه بگم و تمومش بکنیم. این کتاب اسمش بود مناقب حضرت ابوالوفا. نویسندش هم در این هم بنویسیم، صفحهش هم 332 صفحه هست و نویسندش سلیمان ابن عبدالاحد هستش. صفحهش هم 332 تاست. اوایل رجب من اینو 775 دیدم، 772 دیدیم. حالا من چرا اینجوری فکر میکنم همه رو اشتباه نوشتم، 600 نوشتم، 9 بود. حالا بذارید ببینیم، دوباره برگردم اونجا. اون کتاب قبلی به نظرم من تاریخ رو اینجا یه چیزی خوندم، یه چیز دیگری نوشتم. یعنی ذهن من اینجا دوباره با دست چیز صداگذاری شده کتاب. خیلی جالبه این قسمت. من اینو ندیدم. رفته خیلی بالا بردم اینجا، تعجب کردم. خب اینجا بود گفته بود که اهدا و تسعینه و تسعه. بله من اشتباه نوشتم. اینجا دوباره تصحیح. اینجا نوشته بود. این چی بود؟ به اوایل رجب. اینجا هم یه چیزی من نوشته بودم 672 بوده. 672 چی بود؟ نمیدونم این چی بود. خب این رو تموم بکنیم. به امید دیدار در